mana devor ham kapidagi mana fundament ندارد این دیوار کونه خودم بود mana hayro زیای دیوار آب. این زنی سال خورده از آمدن فصل سرما در هراس است. زیرا وی منزلی گرم و بی‌خوف برای زیست را ندارد. این کلبه‌اش را سال 2018 یک صاحبکار محلی با سفارش رئیس ولایت سوخت ساخته است. اما به قول رحمت و با گذشت وقت اندک خانه‌اش دیگر باره در حالت صدمه‌ای قرار گرفت. حالا او ترس دارد که به داخل این منزل نوبنیادش درآید. زیرا احتمال ناگهان دیوارهای خانه‌اش به بالایش می‌افتند. جواب احمدزاده سفارش داد کریم رحمان قل به کریم رحمان قل 2018 نهم ایول بود می دهم ایون می آمد ماه رمضان بودی آمد دیدو گفت که ما بای میکنیم گفت بعد روزه گفت روزه اجی قربان هم اجی رمضان هست گفت رشته پشت آور ریخ من همه خانه یک ماه بعد ساخت وی فندامی ندارد ها اون طرفش دیوار کونه بود منه ویاش خلصیده رفت انه دیدی اینو خلصیده در رفت من این با نام فندگرد زمستان که باشتن همینجا نام اینجا برو. او میگوید این حولی از شوهرش باقی مانده است. آنها نیت داشتند که خانه‌های کهنه را تخریب کرده به جایش منزل نو بسازند. با این مقصد همراه چند سال مبلغ جمع کردند. ولی مرگ شوهر سبب شده است که پولها را به مراسم عزاداری و دیگر خراجات خانواده صرف کنند. مردم مردن حاضر دو کس مردن ندارم پسرم ندارم مثالی گفت یک تا این اپراسته شد با بندیسه خورم دو تا اپراسته شد شرایطم باز من کوچه کار میکنم مکتب میروم 1300 سم همه خیلی باید کردم ای بیزیب کردم این بندیسه بردم دورو 4,500 شدم 4,500 قریب 5,000 سامان پول دوره با کاغذ کمزاد دارم دورو فروش خریدم. استماع رحمت و همچنین برای جراحت چشمش معیوب گروه دوم است و 200 سامانی نفقه ماهانه میگیرد. اینچنین در روی خط کمبزاعت‌ها نیز هست. بارها کوشش کرده است که معاش ماهانه‌اش را جمع کرده خودش منزلش را بنیاد کند. اما موفق نشده است. جای زیست این خانواده در یک خیابان مرکزی شهر پنجکنت است. 6 سال بازم من همین حکومت به حکومت دعوی دیگیم دوشنبه رفتم دستگاه اجرایی در اومدم دستگاه اجرایی گفتی شما رو بید من رئیس چربم میگم تلفن کردم گفتم اجرا نشه. در جواب رسمی حکومت شهر پنجکنت به مراجعت استماع رحمت و ماه سپتامبر سال گذشته نوشته شده است که در سمیت خراجاتی سال 2023 برای تعمیر منزل استقامتی شهروندان مبلغ جدا کرده نشده است. حکومت شهر پنجکنت در یک جایگی با کارخانه دولتی فرعی خواجگی منزلی کمونالی و صاحبکاران منزل را تعمیر می نماید. اما با گذشت یک سال از این تصمیم هیچ اجرایش به نظر نمی رسد. مسئولان حکومت ولایت سوخت نیز مضموناً چنین جواب دادند. این موقع مقامات در حالی است که وزیر مالیه تاجیکستان سال گذشته در یک نشست خبری گفته بود که دوام 2 سال آینده حکومت کشور حجم کمک‌های اجتماعی را برای خانواده‌های کمبزاعت بیشتر می‌کند. فعلا هر عائله کمبزاعت در تاجیکستان سالانه از دولت 8 نشان دهنده برای حساب‌ها یا اطراف 600 سامانی کمک می‌گیرد. قرار است مبلغ سال 2025 از 700 سامانی بیشتر گردد. با وجود زیادشوی یاری‌های دولت به خانواده‌های نادار، کارشناسان حجم کمک‌ها را ناچیز می‌دانند. در پاسخ به این موضوع، مقامات می‌گویند بودجه کشور همین ظرفیت کمک به عائله‌های نادار را دارد و بس. من همینجا به آبادی می‌کنیم. ولی به قول خانم رحمت و با این مبلغ هیچگاه منزل زیست بنیاد کردن نمی‌تواند و مجبور است توسط رسانه‌ها از مردم امداد بجوید. ضمناً به عنوان رادیو آزادی مراجعت کنندگان با چنین مسئله زیادند و این یک نمونه از مشکلات صدها عائله کمبزاعت در تاجیکستان است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر پنجکنت.